هی سلام بچه، حالتون چطوره؟ ما فرام بلیک هستم، اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه بچه. با گروه بلیک ها من اومدم امروز اسکور رکورد یا مثلا بلیام بیک مثلا وان بلاک همه این کارو میکنن. اینا خیلی بازشون خوبه، مثلا دراگون مثلا کسی که میخوان بزنن کاملا بالا چیزشونو بشکنن، نمیدونم چیه. خب این کریستالشونو بعد آقا ما اینا اینجوری بدون آموزشی خودم ساختم که این آبش دلخواهه هر چقدر بخوایم، چون که ما یه کاری کردیم، ما این فهمیدیم که یه چاله جلوش بکنی خودش متوقف میشه. این چاله ما این کاری کردیم، هر چقدر بخوایم میتونیم آب بریزیم. البته آب بریزیم هم نه، هر چقدر بخوایم میتونیم فاصله بذاریم. بعد آقا میای اول سکون یه سنگ میگیرم یک یک دو سه چهار پنج شش تا. اینو نگاه نکنید، این واسه همین بلاک میبینید داره میاد، این واسه بلاکه. آقا 6 تا میاد. حالا ما واسه اینکه دلخواه بود 6 تا نمیاد، 4 5 میاد، 3 تا میاد، آقا 4 تا میاد فقط. اینجا میسازیم، اینجا بذارم، نه 1 2 3 4 همین میارم. حالا اینو بزنم، باتل آب میارم، باتل بلیک. اینجا چرا ریخت؟ ای بابا چمنه ما رو کشته. این سادگی. حالا ما میایم اینجا حالا لاوا مهمه. این لاوا دیگه اینجا بذاریم گیر نمیکنه. گیر میکنه آیا؟ آره نمیدونم، نه دیگه گیر نمیکنه، باید به تعدادش. حالا نمیدونم، بذار بریم یه امتحان بکنیم. من اونو نگاه نمیدونم اون چند تا بود؟ 2 تا دیگه. آره 2 تا. تو اونم چاله بود 2. برو دیگه، برو زحمت میکشیم شما بخواه کنی در کارمون. وای خدا. خب آقا اینو برمیداریم.